به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. توانا بود هر کی دانا بود، بدانش دل پیر برنا بود. درود دوستان عزیز، برنامه اسرار هنرمند را با همین مصرع‌های زیبای ابوالقاسم فردوسی حسنی آغاز می‌بخشیم و مهمان امروزه برنامه ما هستند مرتضی روانپاک. دوستی عزیز، شما را اولا به سرزمین بیشتازهای تاجیکستان و به قلب تاجیکستان، شهر گلگلشکوفای دوشنبه و اینچنین به برنامه اسرار هنرمند خوش آمدید میگیم. خوش آمدن. قربون شما آقا جاویدان، سلامت باشی. منم سلام عرض میکنم خدمت همه همزبانانم در سر تا سر دنیا. خیلی خوشحالم که در تاجیکستان حضور دارم، در دوشنبه زیبا و مدرن در خدمت شما هستم. خب بار دیگر خوش آمدید. مدت خطا نکنیم 3 روز شد که در آره ما 21 آپریل اومدیم، امروز فکر کنم 24م پنجشنبه. آره 3 روز تقریبا میشه. خوب گویم شهر دوشنبه چه خیلی باد و هوا طبیعت و شما پسند آمد؟ من از دور خیلی دیدم دوشنبه رو، حالا شهرهای دیگه تاجیکستان رو، ولی از نزدیک یه شکوه دیگه ای داره. خودم اون چیزی که توجهمو جلب کرد اون حالا شیک و مدرن بودن خیابون ها، ساختمون ها، ماشین ها، اون تر و تمیز بودن همه چی و مردم هم که دیگه خیلی لطف داشتن، به ما محبت کردن دیگه. آوازه این پیچیده شده بین همه دنیا، فکر کنم مردم تاجیکستان مهربان و مهمان نوازن. به من که تو این 3 روز خیلی خوش گذشته واقعا. بازم خوش آمدید. و دوستان عزیز، خیلی که میدونیم آقای مرتضی بسیار هم گفتیم به سراینده های تاجیک یک محبت خاصه دارند و شناسایی ما همراه آقای مرتضی در شبکه اجتماعی صورت گرفت و بعد یک برنامه‌ای که با حسن چیله انجام دادیم بعدا شناس شدیم و این کس خواستن که به تاجیکستان بیایند و با امر تقدیر و آمدن و دیدن کردن از این منظره های زیبای شهر دوشنبه. و میخواستیم صحبت را آغاز کنیم از موضوعی که زیادتر گویم سرده های سراینده های تاجیک را وصف میکنه در شبکه یوتیوبتان. یک مهر و محبت خاصه هم دارید. این مهر و محبت ها از چی آغاز شد؟ والا این مهر و محبت دو طرفه است. من یادم زمانی که یوتیوب رو شروع کردم به آهنگ های حالا متفرقه ریاکشن میرفتم و یکی از بچه های تاجیکستان اتفاقی اومد زیر کامنت های لینکی گذاشت واسه من و من اتفاقی دیدم یه دونه آهنگو، یادم نمیاد دقیقاً کدوم آهنگ، ولی فکر کنم از آقای مبارز و خانم مدینه بود. از اونجا اصلا دیدم که اصلا آهنگ های فارسی در تاجیکستان چقدر زیاده و زبون مردم تاجیکستان فارسی. خیلی علاقه‌مند شدم که بیام بشناسم و تخصصی بپردازم به کشور زیبای تاجیکستان و قسمت ما توی این مسیر بود. و زبانی که شروع کردم لطف و محبت مردم و وقتی دیدم گفتم که دیگه من باید توی این مسیر بمونم. حالا از آهنگ شروع کردیم، بعداً کم کم پرداختیم به کلیت تاجیکستان و من روز به روز داره بیشتر از تاجیکستان خوشم میاد. آباد باشید. و مهر و محبت خاصه مردم بود که باز هم زیادتر گویم محبت شما به سراینده های تاجیک زیاد گشت. و مدت 3 روزه که گویم در شهر دوشنبه هستید، از کدام مناطق های شهر دوشنبه دیدن کردید؟ قبل از اینکه بپردازیم به این مسئله که حالا ما ورود کردیم به تاجیکستان، من میخواستم یک تشکر ویژه کنم. اول از مردم مهربان و مهمان نواز تاجیکستان، دوم از خود شما آقا جاویدان که واقعا زحمت کشیدی توی این مسیر، لطف کردی و تئاتر فوق‌العاده بود.
خود حالا اسم تئاتر رو من نمیدونم، اپرا و بالت. تئاتر اپرا شیک و مدرن و همه چی عالی بود و چقدر اجراهای زیبا، زنده، واقعا چشم نواز بود. خیلی لذت بردم. اونم لحظه ورودم با همچین صحنه روبرو شدم، اصلا اتفاق خیلی عجیب غریب بود واسه. خب بعد از گویم تئاتر با از کدام مناطق‌های شهر دوشنبه دیدن کردین؟ از پارک ها و اول که اصلا ما ورود کردیم رفتیم میدان استقلال. نه رفتیم مجسمه شاه اسماعیل سامانی. آره خب. از نزدیک دیدیم و همونجا من سری یه ویدیوی 1 دقیقه‌ای گرفتم گذاشتم تو یوتیوبم که بچه‌ها متوجه شدن من اومدم و خیلی هم استقبال کردن. من خودم برنامه‌م این بود که حالا توی این چند روز اول با دوشنبه آشنا بشم، چون از بیرون توی ویدیوها که دیده بودم واقعا خیلی قشنگ بود و از نزدیک هم دیگه فوق‌العاده است. جایی که توی این 2 روز من رفتم و از نزدیک دیدم، بخوام واسهتون بشمارم، از اول مجسمه شاه اسماعیل سامانی، کتابخانه ملی تاجیکستان، قصر ملت، نشان تاجیکستان، پارک رودکی، پارلمان تاجیکستان و حالا یه چند تا مجسمه کوروش بزرگ، آره، پرچم بلند تاجیکستان که فکر کنم رکورددار بود، الان دیگه فکر کنم دومین پرچم بلند جهان باشه دیگه. فعلا همینا رو دیدیم، حالا برنامه‌های بعدی ان شاءالله بریم خارج از دوشنبه هم ببینیم، آشنا بشیم. خب باز برمیگردیم به همون موضوعی که شما هر روز ویدیو میکرده، سرآینده های تاجیک. و خوش از سرآینده های تاجیک کدومشون به شما زیادتر پسند هستن؟ خب بهترین آهنگی که هم من خودم دوست داشتم هم بچه‌ها، فکر کنم به نظرم آهنگ آریایی خانم خجسته میرزاولی بود که خودم خیلی دوست داشتم. صدایشون فوق‌العاده است، متن آهنگ خیلی زیباست و وقتی اون آهنگ رو گوش میکنم بهم احساس غرور دست میده، واقعا خیلی زیباست. و کدام آهنگشون؟ آهنگ آریایی، من آریایی ام. آره. باز کدام سرآینده ها رو زیادتر گوش میکنید؟ خانم نگینا همونقلوا صداشون خوبه، خانم مدینه، آقای سراج‌الدین فاضلوف، آقای مبارز عثمانو اگه اشتباه نکنم، حالا از خواننده‌های قدیمی که من خودم واقعا خیلی استفاده کردم و درس گرفتم از موسیقیشون، آقای کرامت الله قربان، آقای مبارک شاه. حالا از همه میخوام که برای شادی روح این عزیزان هم دعا کنن حتما. و آقای افضل شاه شادیوف، آقای زنده یاد دمیربک آلیموف، واقعا هنرمندهای توانا و قوی در تاجیکستان. من وقتی آشنا شدم با این هنرمندان، با این صداها، خیلی علاقه‌مند شدم به کشور تاجیکستان، چون به نظرم موسیقی خیلی میتونه راه ارتباطی قوی باشه بین حالا انسان ها. بله محبت گویم خلق ها رو هم زیاد میکنه. درست. خوش، بغیر از گویم کار بلاگری، باز کدام کارهایی رو میتونه انجام دین؟ سرود خوندن خوش دارین؟ سرود خوندن والا من یه دونه، البته صدام خوب نیست ولی یه دونه آهنگ خونده بودم به نام ریشه های یک خاک که حالا تکمیل نشده، ویدیوهای کوتاهشو من گذاشتم تو یوتیوب و حالا یکم باید کار داره. آهنگ سبکش آرنبیه، هم حالا یکم رپ داره، هم یکم پاپ داره، قاطیه. آهنگ زمانویه. آره آهنگ میگم قاطی باطیه یکم داره، ولی باید یکم اینو روش کار کنم انشاءالله به امید خدا. اسمش از ریشه های یک خاک، بتونم اینو انشاءالله به امید خدا تکمیلش کنم. و حاضر میتونه که یک قسمی همون اون قسم، آره اولش که اصلا من برای اینکه میخواستم بیام تاجیکستان این آهنگ رو خوندم، میگه با یه بلیط روی پرواز از تهران میرم به دوشنبه.
تو میگی رشت، تاجیکستان هم رشت داره، واسه همینه میگم تاجیک و ایرانی هیچ فرقی با هم نداره، چون زبون اون فارسی و توش یه دنیا حرف داره. حالا ادامه داره این. بسیار عالیه. همینه در آهنگی که شما جور کردید میتونه که زمزمه کنیم؟ خود آهنگشو هر گونه‌ای که میبراید، چون من و شما اصلا سراینده نیستیم. چه خیلی که از من میگم دلی اینو خوندم. آره خب آهنگشو بذار من یه تیکه دیگه شو بخونم واسه. خوب خوبه. حالا من با ریتم میخونم، اگر دوست داشتی خودت آهنگ بذار. خب مایلش. میگه میخوام بگم برات از تاجیکستان، کشوری زیبا در حال پیشرفت، مردمان مهربان و مهمان نواز، دخترای زیبا با اشوه و ناز، پسرای قوی و اسطوره ساز، کشوری که روی پای خودش وایساده، قوی شده و مثل کوه ایستاده. 30 سالی میشه که مستقل شده، رئیس جمهوری داره که فدایی شده، برادرایی داره که عزیزشون شده. ایرانو میگم به قول بچه‌های تاجیکستان، ایران و تاجیکستان به پیش. بسیار این حالا مخلصم. بسیار عالی بود. این طرز خواندن در ما گویم یک شکل رپ میخواد. آره رپ میخواد. حالا میگم این یکم حالا یه قسمت پاپ هم داره ولی هنوز تکمیل نشده، اونم هنوز نمیتونم بخونم والله. بله. راستی بسیار یک شعر خوبم نویسنده درباره زیبایی شهر دوشنبه، درباره کوشش و زحمت‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان. و دوستان عزیز، راستی امروزها هر یک مهمانی که وارد شهر دوشنبه می شود، گویم از دیدن این منظره هایی که در وطن ما هستند، این زیبایی که در شهر دوشنبه هستند، راستی حلاوت میبرند. پس باید ما افتخار کنیم از این وطن، گویم از این مردم، از این سرزمین. خوش و از این رئیس جمهور. واقعا تلاش های ایشونه. من میبینم خیلی مردم رئیس جمهور تاجیکستان رو دوست دارم، واقعا دلی و واقعا زحمت زیادی میکشن، مخصوصا برای زبان فارسی که زنده نگه داشته بشه همیشه. این زیبایی که میبینید، اینقدر گویم پارک های زیبا و مهمانخانه های زیبا، پارک استقلال و پرچم و دیگر ها، همه با تلاش و زحمت های گویم رئیس جمهوری ما هستند. و این تئاتر از علی حال مقرر داریم در تئاتر اهارون، تئاتر تجربوی تماشابین جوان به نام استاد محمد جان قاسموف. این تئاتر رو با تشبث رئیس جمهوری ما سال 2014 یعنی بازسازی کردن، آباد و زیبا کردن و به اختیار ما هنرمندا دادن. واقعا مشخصه که به هنر، به حالا فرهنگ خیلی اهمیت داده میشه در خود تاجیکستان و این باعث افتخاره برای من به شخصه، برای من فارسی زبان. بله. اصلا فرهنگ این اساس دولت است. فرهنگ است که دولت رو میتواند معرفی کند. و باز برمیگردیم، یک سرود زیبا خواندید و میخوایم که یگان سرود تاجیکی اگر دانید، یک سرود تاجیکی هم زمزمه کنید. من سرودای تاجیکستان رو سعی میکنم اونهایی رو ببینم و به مردم معرفی کنم که در کنارش یک درسی هم بگیریم همه. و یکی از سرودهایی که واقعا درس زندگی میده به آدم، سرود زندگی میگذرد از آقای سراج الدین فاضلوه. که میگه زندگی میگذرد ما همه میگذریم، لحظه ها میمیرد ما همه مینگریم، بین کشتی زمان همگی همسفریم، چقدر بیخبریم چقدر بیخبریم. حالا انشالله به امید خدا درست میشه. بسیار عالی، بسیار صدای خوب هم داره. قربون شما، سلامت. کم با سرودخوانی هم 10 زنگ موفق میشه. سلامت باشی حاج عبدالله، قربونت برم. خوش مدت 3 روزه که گویم در شهر دوشنبه گشتید و دیدن کردید،
کدام خوراک های ملی به شما پسند آمد؟ من 3 روز اینجا بودم باور میکنی 3 بار آشی پلو خوردم. واقعا خوشمزه است آشی پلو. حالا چند جا رفتیم کباب خوردیم ولی اصلا آشی پلو یه چیز دیگه است. تو به من هر روز آشی پلو بدی من میخورم. خیلی خوشمزه است. بعد برنامه حتما باز آشی پلو خوریم. دست در نکنه. آشی پلو در ایران هست؟ هست ولی مثلا اسمش یکم فرق میکنه. همین گوشت و پلو اینا قاطی میشه. مثلا هویج پلو داریم، یه چیزی داریم مثلا لوبیا پلو. تقریبا به جای حالا چیزای دیگه پلو گوشتش هست ولی مثلا به جای هویج یا لوبیا مثلا چیزای دیگه استفاده میشه در آشی پلو در تاجیکستان. ولی مزهش فرق میکنه کاملا. آشی پلو تاجیکستان یه طعم خاصی داره. به من که خیلی خوشم اومد. خودمونم اتفاقا درست کردیم با خانومم در ایران یک بار ولی بچه‌ها گفتن که مثلا اینکه درستش نکردن ولی یه جایش اشتباه کردن. خوبه 1-2 بار اشتباه کنید بعدا یاد میگیره. خوش مدت 3 روزه که گویم دیدن کردید از شهر دوشنبه با مردم هم صحبت شدید. مناسبت مردم چگونه است؟ مردم تاجیکستان فوق‌العاده. من همه جا گفتم توی همه ویدیوها گفتم. حالا به همه محبت دارن. حالا ما که داریم توی این زمینه کار میکنیم واقعا ما الان میریم توی خیابون وقتی ما رو میبینن خیلی اول تشکر میکنن که داریم ویدیو میگیریم درباره تاجیکستان. من که این کار رو اصلا وظیفه خودم میدونم که به امید خدا یه ارتباط قوی شکل بدیم بین ملت‌های فارسی زبان ایران و تاجیکستان که هیچ وقت این زنجیر از هم دیگه جدا نشه. مردم تاجیکستان این کلمه رو پیدا نمی‌کنم راجبشون بگم. آقا جاودان اگر خودت میتونی ببین یه کلمه ای باید پیدا کنیم که این ارزشش رو داشته باشه. مهربان و مهمان نواز اینا خیلی کمه برای مردم. واقعا من از همینجا تشکر میکنم از همه مردم خونگرم مهربان مهمان نواز تاجیکستان عزیز و دم شما گرم. خب سپاس. شاعر میگوید که در ندارد خانه ما از برای دوستان، از ازل این ملک ما را ملکی بیدر کردند. به به بازم خوش آمدید و میگویند دوست کوبت گردر ما مرحبا دل تنگ نیست ما را چین ابرو در بغل هم سنگ نیست. گر بریزد بر سر ما دوست باران سخا غیر سرسبزی دیگر در باغ دل آهنگ نیست. آفتاب دوستی را گر حرارت کامل است میوه شاخ درخت عمر ما بیرنگ نیست. سر برای دوست دادن سر ندادن دوست را این خطاب عکس صدای از دل بیننگ نیست. آرزو میکنیم بگذار این رشته محبت و دوستی هیچ وقت کنده نشود. انشاءالله مستحکمتر و مستحکمتر بگردد و برای کمک همدیگه. بله البته که با کمک همدیگر اگر نصیب کرده باشد ما هم انشالله یک وقتی افته حتما سفر میکنیم. انشالله به امید خدا تشریف بیارید. زیبای گویم ملت خلق همفرهنگ خودمون. من از همینجا بهتون قول میدم بهتون بد نمیگذره. البته خوش. برای اون کسان اون نفرانی که تا حال به تاجیکستان نآمدن و گویم برای اون همزبانان گویم خودمون برای اون نفرانی که گویم تا حال دیدن نکردن از مناطق تاجیکستان شما چه گفتنی هستید؟ اولش این نکته دیگه میخواستم بگم خیلی تبلیغات کمه. حالا من جای دیگر نمیدونم توی ایران راجع به تاجیکستان وقتی من الان میبینم حالا دوشنبه رو حالا یه ویدیویی مگر از اروپا ببینم هیچ فرقی نیست بین حالا دوشنبه یا مثلا یکی از پایتخت‌های بزرگ اروپا و واقعا باید مردم این رو بدونن. مردم ایران که تاجیکستان به عنوان یک کشور فارسی زبان خیلی زیبا مدرن شیک مردم خونگرم و میتونن به راحتی بدون ویزا سفر کنن. بله. من که پیشنهاد میکنم به همه تاجیکستان زیبا رو دوشنبه مدرن رو و امیدوارم که رفت آمدمون بیشتر بشه آقا جاودان به امید خدا. بله.
حالا رئیس جمهورها اومدن با هم دیگه، آقای مسعود پزشکیان، آقای امامی رحمان، خیلی صحبت‌های گرمی کردن و این رابطه شروعش استارتش زده شده و شعری هم که خوندن هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. واقعا بله شادی آوره این رفاقت، این دوستی، این رفت آمد. بله، وقتی میگویند که دل نزدیک است، دوری راه گویم هیچ فرقی نمیکنه که راه چقدر دور است. یه شعر بود میگفتن راه دور و روح نزدیک همین ما تقریبا. حالا شاید مثلا راهمون یه ذره دور باشه ولی دلمون به هم نزدیک ملت بله. فارسی زبان. شاعر هم میگوید که ای دوست محبت تو بر ما باشد، ما را زره دور چی پروا باشد. ما خاک شویم در آن زمینی که توی، گر مهر و محبت تو بر ما باشد. آرزو میکنیم بگذار این مهر و محبت باز هم روز تا روز دوچند شود، زیاد شود. اصلا ما گویم یک همگی خلق گویم فارسی زبان از یک ریشه و یک رگ و پیوند هستیم. و در اینجا میرسیم به فرجام برنامه. در فرجام چی گفتن میخواهید؟ صحبت ها رو کردیم. من یک بار دیگه تشکر میکنم از مردم مهربان و مهمان نواز و خونگر و همه چی تموم تاجیکستان. تشکر میکنم از شما آقا جاویدان که زحمات زیادی کشیدید و خیلی مخلصم، دوستتون دارم. حالا انشالله تا برنامه‌های بعدی میسپارمتون به آغوش گرم پروردگار مهربان. خب باز هم خوش آمدن. نگفتن امانت تا روز دوشنبه، تا 28 اپریل برادر امام مرتضی مهمان شهر دوشنبه هستند و کسانی که میخواهند یک صحبتی داشته باشند از نزدیک بیاین و هم صحبت شوند. تا روز دوشنبه وقت هست. من این نکته هم بگم، ما توی هتل بلند هتل مستقریم، در داخل هتل فردوسی طبقه 13. من گفتم هر کی دوست داره هر لحظه من میام پایین، شب باشه روز باشه. بچه ها اومدن دیدم، من چون دوست دارم واقعا چهره به چهره با مردم صحبت کنم، خیلی لذت بخشه برای من. بله خوب، هر کسی که میخواهند دیدن کنن اومده گویم هم صحبت شوند. و در اینجا رسیدیم گویم به فرجام برنامه. به همه شما دوستان عزیز سلامتی بر دوام، گویم همه وقت خوشحال و خندان باشید. و باز هم آقای مرتضی خوش آمدید. از دیدار شما به نهایت شادیم.